تشکر زیاد. یک جهان تشکر. مرحمت شد. هموطنان عزیز، محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، سال 2025 برای مردم شریف تاجیکستان و دولت صاحب استقلال تاجیکان با دستاوردهای نظررس و رویدادهای مهم باز یک سالی تاریخی گردید. ماه مارس سال 2025 انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان، مجلس‌های محلی وکیلان خلق و اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، یعنی چهاربینی مهم سیاسی در فضای آزاد، شفاف و در سطح بلند برگزار گردیدند. دیگر رویداد تاریخی حل پره مسائل سرحدی طی بیش از 100 سال اخیر حل نشده بین دو دولت، جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان، با امضای شرطنامه درباره معین کردن خط سرحدی دولتی می باشد. از جانب سران دولت‌ها به امضا رسید که برای رشد منطقه و ادامه همکاری‌های سودمند زمینه مستحکم حقوقی را فراهم می‌سازد. سال 2025 جمهوری تاجیکستان در دایره تشبس‌های جهانی خود جهت عملی سازی قطعنامه سازمان ملل متحد آید به سال بین المللی حفظ پیریک‌ها، نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پیریک‌ها را میزبانی نمود. قابل ذکر است که روز 12 دکمبر سال جاری با تشبس تاجیکستان در جلسه هفتم مجمع عمومی سازمان ملل متحد آید به محیط زیست قطعنامه دایر به حفظ پیریک‌ها و کریوسفر بخصوص در منطقه‌های کوهی قبول کرده شد. با تشبس دیگر کشور ما، قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل متحد زیر عنوان نقش ذهنی صنعی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی قبول گردید. علاوه بر این، به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد گردیدن یادگاری‌های میراث فرهنگی هتل قدیم ضمن اجلاس 47 کمیته میراث جهانی در شهر پاریس بیانگر اعتراف تشبس‌های تاجیکستان می باشد. آن هم باعث افتخار است که 12 دکمبر سال جاری با اقدام تاجیکستان قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفتن این تشبس‌ها ifade اعتراف و دستگیری جامعه جهانی از ابتکارات سازنده تاجیکستان آید به مسائل مبرم روزنامه گلوبالی می باشد. هموطنان عزیز،
طی 10 سال آخر یعنی در دوره تطبیق دو برنامه میان مولتی رشد کشور که مرحله های فاصلوی اجرای استراتژی ملی رشد تا سال 2030 را در بر میگیرند به خاطر رسیدن به هدفهای استراتژی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی بسیار اقدامات مهم و ثمره بخش عملی کرده شدند. یعنی پیام بیشتر در تحلیل همین 10 ساله می رود که کدام برنامه و کدام چاره‌بینی های حکومت و دولت عملی کرده شدند و چگونه. در نتیجه حجم مجموع محصولات داخلی 3.4 برابر زیاد گردیده، اقتصاد ملی ما هر سال به حساب میانه 7.6% افزایش یافت. برای تامین نمودن رشد اجتماعی اقتصادی مملکت در این مدت از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری بیش از 670 میلیارد سومانی از جمله 159 میلیارد سومانی سرمایه خارجی روانه گردید. در این دوره مجموع محصولات داخلی به هر سر اهالی 2.7 برابر افزایش یافته، از 6,000 سومانی سال 2015 به 16,400 سومانی در سال 2025 رسانیده شد. اهالی کشور از 8.5 میلیون نفر سال 2015 به 10.7 میلیون نفر در سال 2025 رسید، یعنی 26% زیاد گردیده. نشان دهنده دراز عمری اهالی از 70 به 77 سال رسید. سال 2015 تا 165 میلیارد سومانی در سال 2025 یعنی بیش از 6 برابر افزایش شد. این کم نیست. این چی که رقمایی که در قید هستند. سال 2025 برنامه میانه مولتی رشد کشور برای سالهای 2026 2030 همچون مرحله نهایی استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 قبول گردید. عملی سازی سری وقتی و صفتناک آن امکان می‌دهد که در 5 سال آینده حجم مجموع محصولات داخلی 2 برابر افزایش یافته، سطح کمبیزاتی تا 10% کم و حصه طبقه میانه اهالی تا 50% زیاد گردد. در این دوره رشد اقتصادی هر سال به حساب میانه 8.7% از جمله استحصال محصولات در ساحه‌های صنعت 20%، کشاورزی 8.4% و حجم خدمت‌رسانی‌های پولکی 11.7% افزایش می‌یافت. وابسته به این به حکومت مملکت، وزارت اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده می شود که برای نائل گردیدن به افضلیت‌های رشد عملی سازی سری وقتی و پروژه برنامه میانه مهلتی رشد برای سالهای 2026 2030 را تأمین نمایند. حالا در کشور در سمت جلب سرمایه وطنی و خارجی، تأسیس کارخانه‌های صنعتی، ساختمان و از نوسازی انشاءات انرژتیکی و نقلیاتی، استفاده ثمرناک زمین‌های کشاورزی، توسعه خدمت‌رسانی‌ها، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تطبیق لایحه‌های مهم
تدبیرهای مشخص عملی شده ایستادند. سال 2025 مجموع محصولات داخلی کشور به 173 میلیارد سامانی رسیده، سرعت آینده‌های ماکرو اقتصادی را تأمین نماییم. حکومت مملکت باید سمت‌های افزایش‌یابی رشد تکنولوژی‌های رقمی و ذهن صنعی، صنعت کنونی با سرعت با تکنولوژی‌های معاصر، استفاده امکانات‌های ترانزیتی و سیاحی، ادامه اصلاحات اداره‌کنی دولتی، دستگیری صاحبکاری و بهتر گردانیدن فضای سرمایه‌گذاری را تقویت باشد. در این روند به اداره کنی ثمرناک کارخانه‌های دولتی، رشد اقتصادی سبز و دورگی، گزارش به مدل اقتصادی به دانش و نوآوری اساس یافته، رشد سرمایه انسانی و پیشگیری کردن تأثیر تغییریابی اقلیم باید اعتبار اولین درجه داده شد. وکیلان محترم، پیشرفت با سرعت تکنولوژی‌های رقمی و توسعه امکانات‌های ذهن صنعی در جهان معاصر تقاضا می‌نماید که این دستاوردها در همه ساحه‌ها ثمرناک استفاده گردیده به منبع علاوه‌ای رشد اقتصادی و صادرات خدمت‌رسانی تبدیل داده شد. پارلمانت کشور را ضرور است که برای تأمین نمودن زمینه حقوقی گذاشتن به اقتصاد رقمی و استفاده ذهن صنعی چاره‌جویی نماید. در این روند خدمات علاقه وظیفه‌دار کرده می شود که جهت عملی سازی اقدامات سازنده در دایره سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیون، همچنین در اساس هدف و وظیفه‌های استراتژیک کشور، لایحه استراتژی رشد ساحه علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 را تهیه به حکومت مملکت پیشنهاد نماید. ضرور است که جهت با اینترنت بلند سرعت تامین نمودن اهالی و رشد انفراستراکچور تلکمونیکاسیونی از جمله تجدید خطهای نخی و نوری بین شهری و زیاد نمودن خطهای بین المللی چاره‌های فوری اندیشیده شوند. وزارت رشد اقتصاد و سودا و آژانسی اینوواسیون و تکنولوژی آماده سازی کادرها تدبیرهای ضروری اندیشید. همچنین به وزارت مالیه، بانک ملی، کمیته انداز و دیگر وزارت و اداره‌های داخلدار سپارش داده می شود که کار را جهت زیاد نمودن حصه پرداخت‌های غیر نقدی و استفاده انفراستراکچور پرداخت تقویت داشت. آژانسی اینوواسیون و تکنولوژی‌های رقمی جهت پورا جاری نمودن و عمومی گردانیدن سامانه یگانه خدمت‌رسانی‌های دولتی تدبیرهای تأخیر ناپذیر اندیشید. امروز ما را ضرور است که روند اداره‌کنی دولتی را با استفاده از تکنولوژی‌های رقمی و ذهن صنعی برآمده تأثیر عامل انسانی را در تمام ساحه‌ها و همه گونه مناسبت‌های مالیوی کاهش دهیم. یک مثال عادی میارم. در سال‌های گذشته
یعنی تا جاری نبودن تکنولوژی‌های معاصر حساب و پرداخت نیروی برق، نظام رقمی بیلینگی در حسابات شبکه‌های برق 30-40% اهالی حق استفاده نیروی برق را پرداخت نمی‌کرد. یعنی که موافق معلومات برق تاجیک گویا اهالی پول برق را نمی‌دهند. بعد از جاری شدن نظام نوی بیلینگی 100% اهالی همچون پورا پرداخت کننده حق استفاده نیروی برق به حساب گرفته می شود در 11 ماه. یعنی وقتی که ما غیر نقدی گذرانده و دیگر پول نقد نیست 100% کار در دیگر طرف. این رقم ها گواهی می دهد که قبلا تحت تاثیر عامل‌های انسانی یا سوءاستفاده از مذهب از طرف بعضی کارمندان ساحه پرداخت‌ها پورا به حساب گرفته نمی‌شدند و تلفات بی‌اساس نیروی برق به طور صنعی به ذمه اهالی و دیگر گروه‌های استفاده برندگان نیروی برق گذارانده می‌شد. به اهالی و ماشین‌های آبکش پول را از اهالی جمع آوری می‌کردند و پول مبلغ را سوء استفاده کردند. 13% را تشکیل کرد که نسبت به همین دوره سال 2024 7 بند فایزی کم میباشد. در ماه اکتبر سال جاری سطح تلفات در شهر دوشنبه تا 5.1% از 15.1% اکتبر سال 24 یعنی 10 بند فایزی کم کرده شد. تلفات نیروی برق در کشور در 11 ماه سال جاری 3 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل کرده، نسبت به همین دوره سال گذشته 500 میلیون کیلووات ساعت کم شده است. در این مدت بیش از 100,000 مشتریان نو یعنی مشتریانی که در یگان جا نبودند همین قساط 34 سال برق را استفاده می‌کردند، حق برق را پول برق را نمی‌سپردند. بقای گرفته شده به نظام انرژتیکی 1.5 میلیارد سومانی مبلغ زیاد وارد گردیده است. 11 ماه 1.5 میلیارد. این فقط حالا در 5 شهر نویا، شهرهای کلان. تلفات در شهر دوشنبه در 11 ماه سال جاری از 20 به 13% و در ماه اکتبر تا 5% کم شده است. در یک شهر باختر 7,000 مشتریان استعمال کنندگان برق 34 سال توانستند وی کردند. در شهر کلاب از این زیادتر 10,000. وزارت‌های مالیه، رشد اقتصاد و سودا، بانک ملی و کمیته انداز وصفدار کرده می‌شوند که در همکاری با دیگر وزارت اداره‌های داخلدار جهت گزارش پوره به روند رقمی اداره مالیه دولتی جاری نمودن استانداردهای بین المللی به حسابگیری و حسابات دهی مالیوی در همه سوبیکت‌های خواجگیدار صرف نظر از شکل مالکیت آنها کاربری نمایند. اینچنین تاکید می‌سازم که پوره جاری نمودن این نظام پرداخت‌های غیر نقدی در نقطه‌های سودا و خدمت‌رسانی از جمله مسائل مهمی باشد. حاضرین گرامی، حالا در مملکت حصه بخش خصوصی در استحصال مالها 80% و شغل اهالی 70% را خدمت‌رسان‌های دولتی، اطلاعات، واسطه‌های ارزان مالیوی، تکنولوژی‌ها و دانش‌ها برای بلند برداشتن رقابتناکی، تهیه و تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری
و تحکیم موقع در بازارهای وطنی و خارجی تدبیرهای مؤثرانه شد. همچنین با در نظر داشت عملی سازی هدفهای استراتژیک دولت، کارها در سمت جلب سرمایه خارجی و داخلی، خصوصا سرمایه مستقیم، باید وسعت داده شد. تا امروز برای تکمیل مأموری کنانی انداز، توسعه همکاری‌های فاصله‌ای با شهروندان و اندازپارندگان و گسترش اقتصاد رقمی در دایره برنامه رشد مأموری کنانی انداز برای سالهای 2020-2025 یک قطار تدبیرهای مهم عملی کرده شد. تدبیرهای عملی گردیده بر رقمی کنانی ساحه، بلندبرداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی الکترونی دولتی، ساده‌گردانی اجرای عهده‌داری‌های اندازی، اینچنین بر رشد فعالیت صاحبکاری و بالاروی فرهنگی اندازپاری صاحبکاران مساعدت نمودند. با در نظر داشت ادامه اصلاحات و ضرورت تقویت دستگیری فعالیت صاحبکاری، حکومت مملکت وظیفه‌دار کرده می شود که برنامه نوی رشد مأموری کنانی انداز برای سالهای 2026-2030 را در مهلت کوتاه قبول و تطبیق نماید. همزمان با این وزارت ادارات دایر به مسئله بلندبرداشتن سطح معرفت مالیوی و فرهنگ اندازپاری شهروندان و اندازپارندگان چاره‌های علاوگی اندیشید. حاضرین محترم، در نتیجه عملی سازی تدبیرهای ضروری در سمت تأمین نمودن رشد باثبات مملکت، حجم عمومی درآمد بودجه دولتی از حساب همه منبع‌های درآمد سال به سال افزایش یافته در سال 2025 به 50 میلیارد سامانی برابر گردید که نسبت به سال 2021 65% یا 20 میلیارد سامانی زیاد می باشد. ثمراناکی خراجات دولتی باید به نتیجه های از هر وقت دیگر بیشتر نگرانیده شود. وزارت مالیه را ضرور است که یکجا با وزارت ادارات ساحوی و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی در این جهت تدبیرهای علاوگی اندیشد. وزارت‌های مالیه، رشد اقتصاد و سودا، بانک ملی، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و دیگر ساختارهای داخلدار وظیفه دارند که برای توسعه بازار کاغذهای قیمتناک دولتی و کارپوراتیوی چاره‌های ضروری را عملی نمایند. خاطر نشان می‌نمایم که با معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک سبز و تشکیل بازار تکراری فعال و شفاف آنها یکی از وظیفه‌های مهم در این سال میباشد. همزمان با این باید استراتژی رشد بازار سرمایه تهیه و قبول کرده شود. در 10 سال آخر حجم عمومی قرض‌های داده شده 143 میلیارد سامانی را تشکیل داده است، ولی همگی 38% آن به صاحبکاری استحصالی راست می آید که این هنوز کافی نیست. بانک ملی و تشکیلات‌های قرضی را ضرور است که جهت جلب بیشتر سرمایه خارجی به نظام بانکی پس‌اندازهای شخصانی واقعی و حقوقی و باز هم زیاد نمودن پیشنهاد قرض به ساحه‌های اثراتناک اقتصاد بخش و صاحبکاری استحصالی تدبیرهای علاوگی را راه اندازی نمایند. برای بهتر نمودن دسترسی صاحبکاران استحصالی به مبلغ‌های ارزان دراز مدت و افزایش دادن حجم قرض پیشنهاد می‌نمایم که فاند کفالت قرض‌ها تأسیس داده شد. اینچنین برای بهتر نمودن شرایط اجتماعی مردم و توسعه امکانیت‌های دسترسی شهروندان
به منزل استقامتی ضرور است که مکانیزم های رشد بازار قرضهای ایپاتیکی را تکمیل داده جهت زیاد نمودن حجم چنین قرضها به اهالی تدبیرهای داخلدار اندیشیده شد. وکیلان محترم، از 87,000 جای کاری ساخته به استفاده داده شده است. از جمله در سال 2025 400 کارخانه استحصالی به فعالیت آغاز نموده است. برای معلوماتتان در 75 سال زمان گذشته، یعنی تا سال 1991 در تاجیکستان همگی 358 کارخانه صنعتی با 33,000 جای کاری وجود داشت و خلاص. این تنها من حالا گفته ایستادم در 10 سال اخیر از 3,000 زیاد بنیاد کارخانه های صنعتی استحصالی در زمان استقلالیت زیاد گردید. این جای کاری، این حجم استحصالی محصولات صنعتی و هم صادرات، حجم استحصال محصولات ساحه معدن از 7 میلیارد سومانی سال 2020 به 26 میلیارد سومانی در سال 2025 رسانیده. افزایش این نشان دهنده 3.4 برابر تامین کرده شد. اگر در سال 1991 در ساحه معدن تنها 3 نامگوی محصولات طلا، نقره و خاکه سرب استحصال گردیده باشد، پس در سال 2025 به 17 نامگوی رسانیده شده است. باید گفت که حالا استحصال طلا نظر به سال 1991 7 برابر، نقره 6 برابر و خاکه سرب 9 برابر زیاد گردیده است. استقلالیت چیست؟ تدبیرهایی در سمت صنعتی کنانی با صورت کشور اندیشیده شده امکان دادند که در 7 سال اخیر حجم استحصال محصولات ساحه 2.5 برابر افزایش یافته در سال 2025 به 66 میلیارد سومانی رسانیده شود. سرعت رشد ساحه صنعت در سال 2025 22% را تشکیل داد. ضرور است که وزارت صنعت و تکنولوژی نو برای کارکرد پوره اشیاء خام وطنی خصوصا معدن، متال‌های رنگه و نادر و قیمت‌بها، محصولات کشاورزی و رستنی‌های شفابخش تدبیرهای علاوگی اندیشیده افزایش حجم استحصال محصولات صادراتی و عوض کننده واردات زیاد کرده شود. اینچنین حکومت مملکت برنامه نوی صنعتی کنانی با صورت کشور را برای سالهای 2026-2030 و برنامه رشد استحصال و غنیگردانی متال‌های رنگه، نادر و قیمت‌بها و دیگر اشیاء خام مهم را قبول و عملی گرداند. در برابر این ضرور است که جهت تأمین نمودن استفاده ثمرناک و عاقلانه ذخیره‌های زیرزمینی، تقویت نظارت دولتی، مساعدت به رشد استوار ساحه استخراج و گیالاگ کشور چاره‌های علاوگی را تطبیق نماید. وزارت‌های مالیه، صنعت و تکنولوژی نو، سریداره گیالاگ و کمیته انداز یکجا با دیگر وزارت و اداره‌ها سندهای معیاری و حقوقی تنظیم فعالیت در ساحه‌های ذکر شده را تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد سازند.
در صنعت‌های تهیه شونده مسائل وابسته به فراگیری پوره آماری، ساده‌گردانی رسمیات دولتی، از جمله اجازتنامه‌دهی، تکمیل ترتیب اندازبندی ذخیره‌های طبیعی و حل مشکلات دیگر باید روشن انعکاس کرده شود. خاطر نشان می‌نمایم که در روند عملی سازی این وظیفه‌ها دقت مخصوص بر رشد صنعت سبک، کارکرد عمیق محصولات و استحصال متال‌های نادر و مهم روانه کرده شود. در 10 سال گذشته ساحه انرژتیک کشور به مبلغ بیش از 60 میلیارد سامانی سرمایه‌گذاری شده است که در نتیجه اقتدارهای استحصالی نیروی آبی غیرعقوم به مبلغ 1.8 میلیارد سامانی پورا انجام داده شده. اقتدار استحصالی آن از 114 میگاوات به 174 میگاوات یعنی 60 میگاوات زیاد کرده شد. این نیروگاه از سال 1956-57 کار و فعالیت میکرد، فرسوده گشته بود. عموما درباره تجدید نیروگاه در پیام گذشته تاکید کرده بودم. حالا یک نیروگاه مانده است با آغازی سربند به انجام رسید. نیروگاه بزرگ شهر نارک ادامه دارد. علاقه 3 اگریگاتش پورا تعمیری کاپیتالی، تمام تجهیزات تکنولوژی پورا از نو شده ایستادند با مبلغ 750 میلیون دلار فقط تنها برای نیروگاه نارک خراجات شده ایستاده است. برابر بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون ما نیروگاه‌های برقی آبی که سالهای طولانی کار و فعالیت کردن آنها را نیز تعمیر و تجدید کاپیتالی کرده ایستادیم که برای 50 سالهای دیگر 100 سالهای دیگر برای ملت ما خدمت رسانند. در برابر افزایش اقتدارهای 3 ساله یک قطار لایه‌های مهم دیگر از جمله بنیاد زیرساخت‌های نوی برقی و خطهای انتقال برق عملی کرده شدند. در این دوره حجم استحصال نیروی برق در کشور 7 میلیارد کیلووات ساعت یا 40% زیاد گردیده. از 17.2 میلیارد کیلووات ساعت سال 2015 به 24.2 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2025 رسانیده شد. ما امروز مشکلات مردم شریف تاجیکستان را در شرایط محدودیت موقتی انتقال نیروی برق به خوبی می‌دانیم. این حالت از یک طرف نتیجه افزایش اهالی و طوری که بالاتر گفته شد زیادشوی شماره کارخانه‌های صنعتی و در مجموع افزودن استعمال نیروی برق و از طرف دیگر تأثیر کمبارشی آمدن تیرما و امساله و کم گردیدن واردشوی آب با آب انبار نیروی من فقط زمین برای بنیاد خانه‌های استقامتی دادم. غیر خانه‌هایی که وای کردن 1,300,000 هر یک عائله را حساب کنید که 6.5 اینا بهانه شده نمیتواند. تنها در 7 سال اخیر 2600 کارخانه نوی استحصالی آغاز کرده است. در همین سال 400 اینا میگیرد یک قسم. لیکن پرابلم یعنی این پیش از همه جایهای کاری هم باشد، لیکن پرابلم اساسی ما در تلفات از حد زیادی از نرم مقرر شده زیادی نیروی برق است. حالا هم 3 میلیارد کیلووات ساعت
قوای برق تلفات داریم. ما اگر امروز برای ما 1.5 میلیارد قوای برق درکار که مردم اذیت نکشد، این هست، این استفاده برده ایستادن. البته ما مقصد گذاشتیم که در تا سال 2027 نصب حساب کنک های بیلینگی را پیوست کنیم، دیگر پورا این از بین می رود. حکومت مملکت برای برطرف سازی این مشکلات تمام چاره‌های ضروری عمل نموده ایستاده است. حالا کارهای لایحه‌ای و ساختمان 2 نیروگاه آفتابی با اختیار عمومی 500 مگاوات، 200 مگاوات در ولایت سوخت، 250 مگاوات در ولایت خطلان آغاز گردیده تا ماه اوگوست سال 2026 به استفاده سپارده می شود. اینچنین ماه سپتامبر سال 2027 اگریگات سیوم نیروگاه برقی آبی راغون به کار درآورده می شود. استقلال انرژتیکی کشور تامین می گردد. پیوسته ادامه می‌دهد. حالا در انشاءات مذکور 18,600 نفر کارگران یعنی ساختمانچیان و کارمندان مهندسی و تکنیکی فعالیت دارند و شماره تکنیکا یعنی ماشین و مکانیزم ها زیاده از 3,900 عدد را تشکیل می‌دهد. چنین ساختمان کم در کشورهای دنیا و برای ادامه با سرعت کارهای ساختمان در نیروگاه سال روان از سبب بودجه دولتی بیش از 9 میلیارد سومانی مبلغ جاری کرده شد و تا امروز در نیروگاه قریب 60% کارهای ساختمان به انجام رسانیده شدند. از همه کارهای وزین به انجام رسیدند. از همه کارهای وزمین و دشوار سرخراجات قریب که به انجام رسیده است. حکومت مملکت تمام راهبران و مسئولین و ساختمانچیان این انشاءات بزرگ وظیفه دارند که ساختمان نیروگاه را با مسئولیت بلند و با صفت وسعت بخشیده اجرای سپارش داده شده را جهت در ماه سپتامبر سال 2027 به کار درآوردن اگریگات سیوم نیروگاه یعنی رسیدن به استقلال انرژتیکی را تامین نمایند. با مردم شریف تاجیکستان بار دیگر مراجعت میکنم. بار دیگر ما را درست فهمید. ما شما از همه روزهای سخت و سنگینی بر دوش ملت آمده سالهای 90 پس سر کرده بیرون شدیم. یک زمستان دیگر در پیش است. زمستان تیرما، زمستان سال 2026 از این زمستان سبکتر می‌گردد، چون که ما اقتدارهای نو به استفاده می‌دیم، خیلی بهتر می‌شود و ما شما تاریخاً از سال 27 فراموش می‌کنیم دیگر برق کشتن، برق وی کردن. طبق تحلیلات طلبات با نیروی برق در داخل مملکت سال به سال
افزایش یافته سال 2030 نسبت به سال 2025 31% زیاد می‌گردد. در این روند برای تامین نمودن طلبات افزاینده ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور با نیروی برق دائمی و استوار در برابر بنیاد اقتدارهای نو استحصالی، اینچنین استفاده سرفکنانه نیروی برق نقش کلیدی دارد. بسیار مهم است که در این جاده همه گروه‌های استعمال کنندگان سرشتکار باشند. اگر ما سرفکنانه استفاده بریم، همین برق برای ما بسنده است. لیکن افسوس در جامعه هست نفرانی که بی انصاف هم میشوند. ما تصمیم گرفته ایم که در دوران 2 سال آینده با جلب سرمایه مستقیم در کشور یکچند نیروگاه برقی آفتابی را با اقتدار عمومی 1500 مگاوات مورد استفاده قرار دهیم. غیر آنه که ما سال آینده تا در ماه آگوست 500 مگاوات نیروگاه آفتابی به استفاده می‌بریم. باز 1000 مگاوات دیگر در سال 2027 نیروگاه آفتابی دیگر بنیاد کرده در ولایت سوخت به استفاده می‌دهیم که مردم ما دیگر محتاج نشود به دیگران، مشکلی نداشته باشد. حکومت مملکت از جمله رهبریت وزارت انرژی و ذخیره آب وظیفه‌دار کرده می‌شوند که همکاری را با سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی جهت بنیاد نیروگاه‌های برقی آفتابی تقویت بخشیده برای تطبیق سریع لایحه‌ها تدبیرهای فوری اندیشید. اینچنین کارها را عاید به پوره جاری نمودن نظام معاصر بیننگی با استفاده از تکنولوژی‌های رقمی در شبکه‌های برقی کشور هرچی زودتر به انجام رسانند. این کار در کشور باید تا سال 2027 پوره به انجام رسانیده شود. تاجیکستان دارای ذخیره‌های زیاد هیدروانرژیکی بوده، امکان دارد که در همین جای زیاد درآمد وارد شده است. یک شهر تاجیکستان دارای ذخیره‌های زیاد هیدروانرژیکی بوده، امکان دارد احتیاجات مرکزهای بزرگ حساببراری ذهن سونی را با نیروی برق سبز و آب خنک تامین سازد. داتا سنترال این چی است؟ این بسیار باید اگر به شرط برق ما زیادی کند ما این را میرویم، نکند نمیرویم. از این هراسیده ما در کار نیست، برعکس ما درآمد بیشتر میگیریم. اگر 1 کیلووات 1 سنت باشد 2 سنت یا 4 سنت میفروخته باشیم، در این جاده ما تا 9 سنت 10 سنت در جایش درآمد بیشتر میدهد. با تکنولوژی رقمی و است پیشرفته دنیا. خب آبی خنک برای چی آبی خنک؟ خراجات این بیشتر برای خنک کردن سیستم آبی خنک در کار. از دریاهای وخش، دریاهای پنج، دریاهای زرافشان یخ. یعنی این 50% افکتیو نست فایده‌ناکیش بلند میشه. بنیاد کردن در همین خیلی جایها که آبی خنک دارد که سیستم باید خنک دایم خنک کردن در کار. آبی خنک در کار. از این رو با حکومت مملکت سپارش داده می شود که با مقصد استفاده امکانیت‌های ذهن سونی در روند رشد دایر به تأسیس کارپوراسیون ملی ذهن سونی، مرکز منطقوی ذهن سونی و مجموعه مرکزهای کارکرد معلومات سبز داتا سنتر چاره‌جویی نمایند. دوستان عزیز، با وجود تغییریابی اقلیم از جمله حرارت بلند هوا سال 2025
در نتیجه زحمت صاحبدلانه کشاورزان مملکت سرعت رشد ساحه کشاورزی به 8.5% رسیده، فراوانی بازار استعمالی تامین کرده شد. سال 2025 در تاریخ انسانیت از همه گرمترین سال به قید گرفته شده است. همچنین سطح حفظ امنیت آذخواری از 60% سال 2015 تا 85